درباره جوانان، درباره خواندن مکتب، درباره ترتیب انتظام، درباره همین نشمندی و نچکی کم کرده شود، درباره که جوانان علم آموزند، به مسجدها و دیگر رفتن فایده ندارد. متخصص زیاد شد، مختص انجینیر، تکنیک، دیگر ما تیار کنیم برای آینده ترقی ملت. همین پرزیدنت یکم بار واسه گفته گذاشت که برای ما این در کار خوب گفتن. من پیش میدانستم پرزیدنت گفتن اون مسجد رفته از مسجد چی میگیرد وای؟ چی میگیرد این مسجد؟ هیچی نمیگیرد. ما یک گپ خوب پرزیدنت گفت در بین ملاحات در دهاتات جنگ و جنجال برای وظیفه، برای در مسجد کی کار کردن نشرفته ایستاده است و برای همه ملت میده ما و جمهوری میده ما این قملات چی در کار؟ موضوع دانش معرفت و مردم رو هدایت میکرد به دانش آموزی، به فرهنگ، به بالا بردن فرهنگ ملی. و البته این چوره‌بینی که ملاقات سرور دولت با ضیاییان بود در عرفه نوروز، ایدی بین المللی نوروز شروع گرفت. البته اشاره به اون تاریخ نوروز، به مسائل سنتی نوروز و جشنگیری نوروز که امسال بار اول در سطح بین المللی در کشور ما در شهر دوشنبه جشن گرفته می شود. اصلا اشاره به این چیزا بود. زیادتر تاکید به روشنفکران کردن که آنها همچون راهبری جامعه امروزه تاجیکستان را به دست خود گیرند، چون که یعنی اون رسالت تاریخی که در نزد هر یک روشنفکر است این مردم را به علم معرفت نزدیک ساختن است و هدف پرزیدنت ما هم از این عبارت است که جامعه تاجیکستان امروز با علم و معارف روی بیارن و بخصوص زنهای ما، بخصوص دخترهای ما که دخترای خیلی روشن فکر ما داریم در جامعه تاجیکستان، ولی هستن باز گروهی طبقه هایی که از علم و معرفت دست کشیده به دیگر مثلا جریان ها روی آوردند که این باعث نه تنها قفاروی جامعه بلکه سبب بعضی پرابلم ها در جامعه نیز خواهد گشت. جناب والی علی زیا را با اون دعوت کردن که باید که تاجیکان ما کسب یاد گیرن، چون کسب از پشت کسب آینده خودشان را دیده میتوانند. غیر از این دقت اساسی به مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزندان داده شد که امروزه برای هر یک ملت تاجیک ما ضرور است. نکنید گفتن تعریف و دوباره هم گفتن که مثلا به این وسیله مثلا از سوالا و از چیزا یک کمی استیاله کردم. به این خاطر گفتن اینم شرط دادن که من نمیخواهم که بیشتری چیز گپمون به سری تعریف و توصیف ما شخصیت ما باشد. بیشتر خوشان صحبت کردن، نقطه نظرشون رو به این موضوع گفتن، بیش درباره سنت گفتن، درباره سنت های ملی ما گفتن، درباره فرهنگ ما گفتن و دوباره به کتاب آوردن مردم ما و به کتابخوانی آوردن گفتن.